اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع امروز 29 اوت. شرطاً از آزادی محروم کردند. در چچنستان زن توجیک که فرزندش را به طلبندگی مجبور میکرد جزا گرفت. ترکمنها کم شدند ولی ازبک‌ها زیاد. در دانشگاه‌های تاجیکستان شماره داوطلبان از ازبکستان به مراتب افزایش یافت. همینجا اومدیم که بچه‌ها بسیار هم خواهش دارد خواندن و بسیار خواهش دارد لیکن وزموز میگه تاجیک امکانیت کمتر. و در تشخیصگاه منطقوی کلوب اصول‌هایی را استفاده میبرند که در پیشگیری از مرگ انسان‌ها دیگر به کار نمی‌آیند. ما با اصول ریاکسیه های کیمیایی کار رو به عمل میمونیم. برای معاین کردن یک نمودی زهر ما نه کمتر از 7-8 ساعت وقتمون صرف میکنیم. دادگاه در چچنستان یک زن توجیک را برای مجبور کردن فرزندان خردسالش به طلبندگی شرطاً از آزادی محروم کرده است. طلبندگی هم بر پایه قانون‌های این جمهوری قفقاز شمالی و هم بر پایه شریعت اسلامی منع میباشد. رهبری چچنستان رمضان قادیروف با سختگیری‌اش بارها مورد تنقید حامیان حقوق قرار گرفته است. مقامات دادگاه چچنستان گفتند سیاره مامایور و در هیچ جای کار نمی‌کند و قبلا چند دفعه به جوابگیری ماموری کشیده شده است. وی را به اجرا نکردن مسئولیتش در تربیت و تامین فرزندان عیبدار می‌دانند. خود مامایور و یا وکیل مدافعش در این باره اظهار نظر نکرده است. رسانه‌های چچنستان نوشتند گویا مامایور و ماه ینور امسال کودکانش را به طلبندگی مجبور کرده است. رو می‌آوریم به خبرهای دیگر. وکیل دفاع زندانی توجیک بزرگمهر یاروف همچون نامزد برای دریافت جایزه بانفوذی حقوق بشر پیشنهاد گردیده است. نام برندگان جایزه به نام واسلاو هاول که 60,000 یورو مبلغ دارد روز 30 سپتامبر امسال اعلان می شود. یاروف 4 سال باز پس پنجره است و حامیان حقوق پیشبری او را به این جایزه پیام به حکومت می دانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع زندانی تاجیک نامزد به دریافت جایزه سالانه حقوق بشر به نام واسلاو هاول شد. این جایزه همه ساله به فعالان حقوق بشر در اروپا و بیرون از آن تقدیم می شود. حامیان حقوق در تاجیکستان از این پیشنهاد استقبال کردند. واقعا بزرگمهر یاروف رسالت خود را همچون ادوکات و مکانیزم کفالت تامین حقوق و آزادی انسان و شهروند در مرافعه های سودی نوبسته از اعتقاد و عقیده و وضع اجتماعی شهروندان خیلی موفق به انجام می رسانید و همین طور در ریابیلیتاسیون نظام سودی و با اعتبارتر گردیدن فعالیت ادوکاتی در مناسبات اجتماعی سهم نظررس خود را گذاشت. بزرگمهر یاروف از سال 2015 به این طرف 4 سال است که پس پنجره است. او یکی از وکیلان دفاع اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی بود و از این روز زندانی کردنش را دارای انگیزه های سیاسی می‌دانند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. همتایان یاروف در تاجیکستان برای خط 3 نامزد اصلی جایزه معروف وارد شدن اسم او را اعتراف خدمت‌های ادوکات زندانی می‌خوانند. وابسته از اینکه بزرگمهر یاروف غالب میشد نمیشد الکی داخل شدن به همین روی خط برای مردم تاجیکستان، برای تشکیلات های غیر دولتی، برای اینستیتوت ادوکاتورا، برای اونهایی که حامی حقوق انسان هستند یک بسیار مهم است. حتی برای حکومت سازمان‌های جهانی بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که بزرگمهر یاروف را آزاد کنند، اما مقامات پیوسته گفتند یاروف برای نقض کودکس جنایی تاجیکستان به جوابگیری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. Также в частности были вопросы заданы по Йорову, Мухаммадали Хаид, Зайду Саидову. суолҳо дар бораи Йоруф, Муҳаммадалӣ Ҳаид ва Заид Саидов буд ва аъзоёни кумита посухҳои дақиқ гирифтанд ки ин афрод наметавонанд озод шаванд, чун ҷиноятҳои махсусан вазнин карданд ва дар доираи муҷозоти пешбинӣкардаи қонуни Тоҷикистон бояд ҷавоб гӯянд, на бар асоси кадом қонунҳои дигар. Республики Таджикистан, а не по чьим-то другим законам.
بزرگمهر یاروف از تاجیکستان نخستین کسی است که برای دریافت جایزه معروف واصلاو هاول پیشنهاد می شود. حامیان حقوق برای نظرند که این تصمیم به فعالیت جامعه شهروندی تاجیکستان تاثیر مثبت می رساند. امسال صدها جوان ازبکستان برای گرفتن معلومات عالی به تاجیکستان را آوردند. مسئولان میگویند آمار خواهشمندان تحصیل از کشور همسایه به مراتب بیشتر شده است. به فرق از داوطلبان ترکمنستان که سال جاری همگی 3 نفر را تشکیل میدهند. زرانگیز نوروشوف و امردین اولیموف کوشش کردند سبب افزایش میل جوانان ازبک را برای علم آموزی در تاجیکستان معین کنند. مقدم با بابایش بی‌صبرانه انتظار اعلان نتیجه های قبول است. با امید ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی آموزگاری او از ولایت سرخندریای ازبکستان به تاجیکستان آمده است. می‌خواهد تحصیلش را در بخش زبان‌های انگلیسی ادامه دهد. امتحان مشکل نبود. آسان. به زبان تاجیکی با زبان تاجیکی. اینجا با جایم دارد. خانه بیمه میستم. بعد ناکام شدن در دانشگاه دولتی ترمیزی ازبکستان، مقدم به دانشگاه تاجیکستان حجت سپرد. به گفته او در اینجا شانس دانشجو شدن برایش بیشتر است. این امید هم امسال صدها نفر را مثل مقدم به دوشنبه آورد. خلق بسیار، اینستیتوش هم بسیار، لیکن جای نیست کم ده. برای همین جا آمدیم که بچه‌ها بسیار همین خواهش دارد، خواندن با بسیار خواهش دارد، لیکن وزموز میگه امکانیت کمتر برای که اینستا کم هر سال شده ایستاده همین جمع کردن نمیتواند همش. امسال بیش از 2000 داوطلب از ازبکستان تنها به یک دانشگاه تاجیکستان، دانشگاه آموزگاری حجت سپردند. مسئولین میگویند در مجموع خواهشمندان تحصیل در تاجیکستان از کشور همسایه به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. از 4000 داوطلب خارجی که به مکاتب عالی تاجیکستان حجت سپردند، نصف زیادش شهروندان ازبکستانند. اکثر آنهایی که میل تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان را دارند از منطقه‌های نزدیک مرزی و تاجیک زبان این کشور بودند. داوطلبان از جمهوری ازبکستان به همه اختصاص ما بیشتر به اختصاص تحصیلات ابتدایی، به اختصاص زبان و ادبیات روس، به اختصاص متماتیک. امکانیت بیشتر و نسبتاً آسان شامل شوی به دانشگاه‌های تاجیکستان و نرخ ارزان و نزدیک بودن راه بعد خوب شدن روابط میان تاجیکستان و ازبکستان صف دانشجویان ازبکستانی را در تاجیکستان زیاد کرد. مقدم باور دارد مناسبت میان دو کشور دیگر بی تغییر و نرم باقی میماند و او و همسالانش میتوانند با دیپلم عالی و چون یک متخصص خوب بعد از چند سال به وطن خود برگردند. وزارت کار خارجه تاجیکستان به سفارت این کشور در روسیه دستور داده است که قضیه هویدو تیلوزاده را پیگیری کند. سفارت تاجیکستان در روسیه موظف شده است که به عبدالسلام سعیدوف پدر هویدو کمک رساند. عبدالسلام سعیدوف میگوید بعد نشر خبرها درباره آنکه کسی به دادش نمیرسد او را به سفارت دعوت کردند. به او گفتند که به مرافعه‌های دادگاهی قتل دخترش میروند و در پهلویش خواهند بود. تا امروز دو دور محاکمه پرونده قتل هویدو تیلوزاده در دادگاه ولایت مسکو و پشت درهای بسته برگزار شد. قرار است امروز مرافعه ادامه کند. هویدو 5 ساله تابستان سال گذشته در شهر سرپخوه تجاوز و سپس کشته شد. والا از مشکلات نبودی تجهیزات موثر در یگانه آزمایشگاه منطقوی در کولوب میگویند. عملا متخصصان این تشخیصگاه باید در حالتهای ضروری طریق خون سبب ضرورتشوی را معین کنند. به هنگام ضرورتشوی که اکثرا هر دقیقه برای زنده ماندن فرد آلوده شده غنیمت است، تحلیل در این تشخیصگاه روزهای زیادی را میگیرد. زیرا طور متخصصان اینجا میگویند برای آزمایش سری وقتی نه تجهیزات زمانوی دارند و نه مواد کیمیایی لازمه. در این آزمایشگاه اصول و ابزارهای کهنه تشخیص ماده‌های زهرآگین در خون انسان را استفاده می‌برند. اصول‌هایی که در پیشگیری از مرگ انسان‌ها دیگر به کار نمی‌آیند. ما با اصول ریاکسی‌های کیمیایی کار را به عمل می‌مونیم. برای معاین کردن یک نمود زهر ما نه کمتر از 7-8 ساعت وقتمون صرف می‌کنیم تا معاین ساختن سبب مرگی بیماران گردد. اینجا یگانه آزمایشگاه منطقوی در کولاب است که از تمام شفاخانه‌ها به آن برای تشخیص خون بیماران مراجعت می‌کنند. ما عموماً با اصول‌های
که خیلی پیش به اونا کار میکنن دوره های شورایی بودن با واسطه های ریاکسی های کیمیایی کار میکنن یگان نمون دستگاهی که در وزیر اعظمون هستند هر چه زودتر اونها تحلیل ها رو به ما نشان میدن نداریم. بر زمین مشکلات آزمایشگاه ماده های کیمیاوی لازمی برای تشخیص را هم ندارد. از این رو مجبورند گاه‌ها به نظامیان روس مراجعت کنند. می شود حالت هایی که ما بعضی مشکلی داریم که معین در اونجا کردن نتوان در آزمایشگاهی 201 دیویزیا که در شهر دوشنبه جایگیر است به اونجا میفرستیم. احتیاج آزمایشگاه به ابزار و دستگاه‌های نو در زمان است که در یک سال اخیر چندین نفر در کولا بعد استعمال غذای آلوده به هلاکت رسیدند. مرگ‌هایی که طبیبان می توانستند در صورت دریافت تحلیل سری وقت از آنها پیشگیری کنند. اگر که دستگاه موثر به ما دسترس کنند، ما البته تجربه کاری هم داریم. یک چند نمونه دستگاهی هستند که در ما وجود هم نداشته باشند. ما از 201 دیری پایگاه 201 دیدگی آموختگی می توانیم که با اون دستگاه سری وقت تجزیه ها رو برامونیم، سری وقت نتیجه اونها رو با طبیبان با دکترانی که با ما میفرستند مراجعت میکنند سری وقت با اونها برگردانیم نتیجه. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان موسم نوی تئاتری آغاز یافت. مقامات گفتند که تماشابینان امکان دیدن نمایشنامه‌های جالب را خواهند داشت. در گذشته هنرپیشه‌های تاجیکستان روی آن تاکید می‌کردند که تئاترهای کشور از کمبود سرمایه و تماشابینان صادق اذیت میکشند. همانگونه که افسانه اکوبیرشو از مشاهده‌هایش میگوید تالاری افتتاحی موسم امساله تئاتری از حساب اساساً نظامیان پر کرده شده بود. 90مین موسم تئاتری مادر تئاترهای تاجیک امروز آغاز می‌یابد. برای همه مبارک باشد. در تئاتر به نام لاهوتی موسم 90مین تئاتری آغاز یافت. در مراسم رسمی به صحنه نسل سوم هنرمندان تئاتر را دعوت کردند، زیرا از نسل یکم هنرمند در قید حیات نمانده و از نسل دوم تنها یک نفر بازنشسته و امکان تشریف به تئاتر را نداشت. تئاتر در تمام دور زمانها تجسمگری هویت و آرمان‌های ملت است و از این خاطر هر یک هنرمند و هر یک کارگردان دراماتورگ باید تلاش ورزد که ارزش‌های بالای معنوی ما را به جهانیان و طور ارزنده معرفی نماید. در موسم گذشته تئاتری هنرمندان تئاتر به نام لاهوتی 6 نمایشنامه را تهیه کرده صاحب شاهجایزه جشنواره پرستو نیز گردیده بود. من گمان میکنم که شرط نیست همه تئاتر رود. همه تئاتر جای عارف ها است، جای مردم فرهنگی است، جای مردم دانا و عاقل است، جای مردمی که معنویات بلند و فرهنگ بلند دارد. من گمان میکنم همین خیلی است. برای همین هم در نزد ما همین خیلی مقصد است که ما تماشابین از آوان کودکی به تئاتر بیاریم و همون لحظه هایی که در کوچه بیهوده میگردن و گپی قبیح و حقارت یاد میگیرن همون لحظه ها در تئاتر باشن. سالهای اخیر صاحب نظران از کم توجهی تماشابینان به نمایشنامه‌های تئاتری اظهار نگرانی میکنند. در مراسم آغاز موسم نوی تئاتری هم در بیشتری از کرسی‌های تالار تماشابینان را سربازان و افسران وزارت دفاع تاجیکستان تشکیل دادند. مسئولان تئاتر گفتند که حضور نظامیان در نمایشنامه‌های تئاتری به نام لاهوتی طبق یک قرارداد با وزارت دفاع تاجیکستان صورت میگیرد. و دسته منتخب نورسون زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلدین توردیو در مسابقه بین‌المللی برای جام پرزیدنت قزاقستان که 28 آگوست در شهر نورسولتان به پایان رسید مقام دوم را کسب نمود و برنده مدال‌های نقره گردید. منتخب نورسون تاجیکستان در بازی نهایی از منتخب نورسون قزاقستان با حساب 0-3 مغلوب شد. برای امروز برنامه خبری را با همین مطلب خلاصه میکنیم، اما شما امکان دارید خبرهای روز را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود، می توانید تماشا کنید. و هم اگر خواستید صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است، با آنجا وارد شوید. ولی من همه شما را فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی منتظر میمونم. برای همراهی تشکر و خدا نگهدار.